کودکی نیستم. بچم 9 روز گم شد در بالنیسه. چند بار زنگ زدم یک عروس میبردارد. گفتم یگان تاجیک بدید که من شرایطی وزنی بچه منم خیلی در بالنیسه گم شدگی اپشتی من خیزم بیاین با خیلی پشت دادم. با عذاب من با امید کودک مثال تولد کنم خونه میرم وطن میرم. گفته امید داشتم من با وعده کردم که وزرشین نرودی نمکنیم که گسیل مکنیم. 5 ماه شد نه یک زنگ خواهید نه یگان خبرگیری ها شده. با کری همون قضا بکشتگیم کودکم زنده میموند همون علام نمیکن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز. امیدوار هستیم انشالله همگی خوب باشین و در یک روحیه خوب قرار داشته باشین. از تمام شما خواهش میکنیم لایک کامنت گذاشتن رو در زیر این نوار فراموش نکنین و با دیگران فرستین تا سرگذشت تلخ این مادر مردم، مسئولین و حکومت خونخوار رحمانوف بشنود که امروز ملت در کدام روز در کدام شرایط آورده رسانده است که به داد اون نه خودش نه چاپلوساش نه نفرایی که همچون مسئولیت برداشت گرفتن به داد اینها هیچ کس نمیرسه متاسفانه. خب همه ما و شما میدونیم که شبکه حق دیگه شبکه سیاسی است و قانونهای خود داره و باید رعایت شوند، ولی سرگذشت تلخ این مادر ما را وادار کرد تا نام و نسب، کارت بانکی، رقم تلفن این مادر را گذاریم و از برادران و خواهران خواهش کنیم هر کسی که امکانیت داره به این مادر کمک خود رسانه و برای مطمئن شدن میتونین زنگ زنین به این مادر و هر کسی که امکانیت داره میتونه رفته از پیش ببینه که واقعا این مادر در چنین روزی قرار داره. خب صحبت داشتیم با این مادر تقریبا 1 ساعت. به همین خاطر بعضی جاهاش شاید ما قیچی کنیم، جای لازمش هم میگذاریم تا بشنوین واقعا با گریه با همون احساسی که گفته است اون سرگذشت تلخ شد. و سبب همه این بدبختی ها حکومت رحمانوف، حکومت منفور رحمانوف است که مردم مسلمان، مردم تاجیک، مردم تاجیکستان در چنین روز آمده رسیدن. خب نواره با هم تماشا میکنیم. گرفتم ناستم که همین باید بینن که اینجا مثال در کجا صلح و وحدت باشد. از اشکم از سیریا آمد همین غریبی خودش هم غریب بود از همون بچه. مثلا من کودکی فرزند کلانیم صیف 7 میخونم. اکا جان نوبینا از در مکتب اسفره میخونم، چشمش نوبینا 2 بار جراحی کردیم خیلی ساز نشد. با همونم رفت آمدش مثال 15 سامان ما ناحیه کلیبادان زندگی میکنیم. کلیبادان من نیست مکتب اینولی مجبور هر هفته ما بوده میمونیم میبیاریم رفت آمد 20 سامان 15 سامان. من 30,000 کار میکنم اکا جان پیش کار میگرم حاضر کار نمیکنم. کودک بان میمونم. کودک بان خانه پلاش تانی رفت 5,000 من این وقت به بزرگ پرستانده میتونم باور کنید. همین هم من بیکار موندم. با همین من نوحیه کلیبادان به 2015 عریضه کرده همین اگه یاردم بستگی بدم. خانه خودم هم نیست جای استقامت. پدر و مادرم خانه شانسی کودک هم مثال شام اولی کرده ترمه شدگی به خاطر ادوکت سراغش کم موند. پاساژیراش تاکسی بود مردگیان همه ادوکت سومی بسیار پرسید خانه زیست میفروخته. ادوکت همه مسکو و دادگیان که سراغ کم موند. حاضر ما جای 2015 من تا حاضر با دیروز ناحیه کلیبادان به فیسبوک در آمدم اسمس کنم میگن که 1750 حجرت حالی داره. من این ولی دارم کجا دردم گویم با من کودکم کشتن یگاه انسان کنسول تاجیکستان یاردم کرگی نیستم. نبرات من به زیان کرد شابه محکم کنندن تیمه محکم کنند. من به وعده کرد وطن به پرابلم کودک برید گور کنه. من شما برید میخرم روی میکنم. من فهمت کردم من گفتی اوها کتی کار کردم. من به پرابلم به دوا بوده گور کردم.
نه بلیت، نه یگان چی، نه یاردم، یگان کس. یک برونده خبر گرفته که انسان نیستم، باور کنید در روز جنازه یگان آدم همون کارکن آمدگی نیستم. بچم 9 روز گم شد در بالنیسه. چند بار زنگ زدم، یک عروس میبردارد. گفتم یگان تاجیک بدید که من شرایطی وضعیم، بچه منم خیلی در بالنیسه گم شدگی. ابشتی من خیزم بیاین که ممکن بچم زنده میافتم. یگان آدم نموندم، تلفن دیگه نبرداشتم. چند بار زنگ زدم. خلاص 15 روز پس آدرس مرگ دادن، رفتیم در همه جا سیاه، همه جاش بردگی، همین آروی آدمیگری. باور کنید من به اهمیت ندادم دخترم. مجبوری درد بسیار سخت. من خودم تولد کردم، کرویت چینی سخت شدم. دخترم ترسیده یک خونه استیام نتیسته بالایش که من یخ ماندگیم تا حاضرش که من دم شدگی رنگی حامله دار. یک جا خامر مکانی یکم نشته ایستاده، چند جای چینی رفتم، یکم دارو تاثیر نمیکنه. من با 3 فرزند دیگه دارم. برای من دیگه یک بچه تاجیک من فهمد کرد کارت نمیدونم کدوم شهر باشد. گفت همین نامر با پول پارت و کمیسی من توی روی میکنم. پول بالنیسه گرفتن من 4 نسبی سکران اکا جان. با همین من وای بچه و زنگ زد نتیستم. سوم نیست در شیرچی نکنم، مجبور کاری همین زنک کرشتیم. هر زمان دارو میدارد، کودکم به پیتانی میدارد. دیگه همین من به دستم بسون نمیتید. 5 ماه شد این ولید کودکم به یک سوم روی کرد نمیتونم. خودم قرض دارم، 40,000 قرض شده که برای کودک برده گور کردم. انشاءالله با امید خدا کارت شما را میمونیم. انا کارت از شما است یا از یگان نفر دیگر؟ این خودم سپربانک آنلاین، نامری همین تلفنم هم آنلاین. همین بچه هایی که تاجیک چقدر دستگیریم کرن، کجا هموز زمرازویت کرن شده دیگه یاردم نکنید. دیدین دختر میرم پروکراتور عریضه میکنم. گفته تا همین درجه کانسول میترسد عرصی کارگروی چیز پروکراتورش که بجایی که ابشتی تاجیک خیزن کودک مایده بیگناه یک روز پیش من ایستاده بیچاره با همین مرده شدیدم. 16 روز 15 روز پس کجا همین آدمیگری هم خیلی میشه. ما باور کنید تا تولد کردن کار کرده که انسان عجای کارخانه سکاری من گرام برفته که با تا روز تولد من کار کردم چون که شوم نیست. قطعی کودک مایده در عذاب. با خیلی کشته دادم. با عذاب من با امید کودکم زود تولد کنم، خونه میرم، وطن میرم، گفته امید داشتم. خودم دیاگنوستم سردچنی پریستوف داولینی. گفته که با خوروی بسیار شده که باید خون من به 5 تا پلازما ناستاده دیگه 46 فرونده برفته که خونم با استرس سخت. من هر یک دین به دکمنت همش کمیرد که یک انالیز 10,000 گرفت سدیاند که بالنیسه قبول روم. آخرش بیسم در کجا من بیکار باشم، کسال باشم، آخری یانم من دا آدمم نیست. مجبور شدم امروز قهرم همون بچه های که همچه گفت زن قهرم علمم زوری کرد. من همچه ناستم که بینید که آدم دا چه عذابان. خانه آهان اینجا زناش آرایسه نمیبیره کجا اینها کار میکنن، خانه جای زیست دارن، ما به این ولید ندارم. برای چی همین کار کنم؟ مگم
همین طرفی دوشنبه امضا همون پرزیدنت برای اینولیدان خود ترانسپورت ها کنی بودم تا اسفره هر هفته حساب کنه 20 تومان و 5000 که من میفرستم برای چشمش دارو خرند راه پلی کنند. حتی که مکتب اسفره هم خیلی پسکش بدین که تا پشکش چکو تا گلو وازه یا هم خیلی سوم جمع میکنن نخود که اینولیدان هم خیلی سوم جمع کنن. این کجا قایده هست یا خیلی ما خیلی کم بیاد بیزاد آیله پدرم کسی لیرک شدگی من به هیچ کی یادم نمیکنه کجا. من در آیله یا خودم کارگر بودم خودم هم بازر بیمارم هم آدم دارو زمین میگیرن و چسکه میتیم برای سوم دارو آدم شناسا برای چی همه خیلی آدم های کم بیزاد این ولی دارن چی با من 5 سال جدت کردم 2015 بود با دیروز که فیسبوک نوستمش که از کجا آچرد آمد خیلی کنیم جا نداریم دروای خانه برای ما جا نیست دادرم قطع آیله هاش کنده کاش میگه 1750 با آچرتی تو اوقی دیگه جدت کن با من 5 سال 10 سال در کجا زندگی کنم قطع این سه کردن خودم کسل باشم خودی کار کنی ندارم که چی کنم خونه گرم بخیر. فعلا شما در مسکو هستین یا که در یگان طرف دیگر شهرهای دیگر؟ من در پیتر بودم این حادثه در پیتر بود من کنسول پیتر رو مراجعت کردم کجا این زنک شرایط من دید جای رفتنم بعد گور کردن بچه من در جای کارخانه حمله دار بودم جای خوب داده رحم کردم با می کودک با سمسر نکو قطع خودت ایستد گفت همچه من پاورش گرفتم و بارستگش گرفتم عریق و بکافکش گرفتم کدرو یا عریق بای بود فیرمی هم خیلی بود همون بود در همینجا زندگی میکریم جای رفتن هم نبود بعدی بچه گور کردم سوی کارخانه ما سزانی بود محکم باید شود بود این زنم نگفت که خیلی اینجا چی عذاب میکشید جو من گرفتم روم قطع شوهرش خداشان بلید خریدم منو آوردم 5 ماه شد شهر کیروف میگه اینجا حال من رهایم برم دیگه نیستم هم یک میبرم پیش مگزین یا اپتیک دکتر دیگه اینجا رفته نیستم که اینجا کجا من بسیار رفتم ممکن نیست آخر شکمم گفتم که از سبب بسیار یخم مونده فراموش کرد که اسپکایی تیلنکره رفتگیم شمال زده گذاشته رفتگی میگیم خیلی کن چند جا رفتیم همش سون کردی دیگه ایلاج ندارم آخر همین دکتر خودش خانهش انشتگی یک تنیم برای اسپکایتی نهای یکان درد ماننده نه آورده داستاست دیگه داروهای قیمت مگه شرایطی منم مثال توی یاردم کنن نیست یاردمی من فقط همی خانه و سنته که تنیا دان من مثال اینجا توقعی هم خیلی عذاب کشم شنم این کجا نگاه میکنن این مردم ها تا همین درجه مقدر نداره وقت من باری اول آمدم 6 سال میشمد و در رفتگی نیستم با خاطر اون کودکا من با وعده کردم که وزورشین نارودی نمکنیم که گسیل مکنیم 5 ماه شد نه یک زنگ خواهید نه یکان خبرگیری ها شده من باید با پا خیزم من با 3 فرزند دارم پدر نداره دوها من باید اون خوننم خورانم پوشنم اگه من پدرم مادرم پیزنیر پدرم کسام نفقه پسرم 200 سال میتیه و 200 سال چی میشود نفقه برای این وجید وطن روان کار نیست آخر اونجا جای زیست نیست همینجا یکم حسابی هم مگم خودم تبابت کنم کار کنم که او کودکا گشنه تشنه تا که عذاب کشن آخر خداوند مشکلات شما را آسان کنه و به شما صبر نصیب کنه مادر عزیز. چنین
мушкилиёро чунин сахтиёро аз сар гузарондем ва барзами ҳамаи ин бадбахтои мо консула ин масъулое ки масъулиятро гирифтан ҳеҷ коре намекунанд. از اینا مردنشون بهتر است. شکم من کودک 2 ماه 3 ماه بود وقتی که شوهرم آوری کرد ترمه شد. بعدی همون تا جان دردنم بود خودم بود کار کردم که همه قرض نکنم پیش دست دشمن. از جای کار باور کنه درد پیدا شد. من برای رادام از جای کار رفتگی انسانم با کره همون قرضا بکشتگیم کودکم زنده میموند همون علم نمیکرد. با خودم خیلی یخ موندم خودم کسلی کردن آخر شکمم دم تا حاضر نمیگرده آخر چقدر 5 ماه بسلی چینی یک آخر رزولتات نیست. حالی من یا شما کجا 35 لک دارم دمیستی کنده که من کی بانی میکنن مادرم پنسیونر من انشالله کارتای شما را با رقم‌های تلفنتون اما راستی ندارم. من همین ایموتون ده اگر که روان کنیم من میمانم حتما با کارتا با نمره تلفن و نام و فامیل را اگر که خواهید روان کنید چون اشتباه نشود و هر همون کودک دیگه خیلی ما کجا آتجان کودکم هم آتجان و آتجان شانو просто نام ایما این دخترم نامش انیسه خان من دخترچم نامش ایما مونده aynı şekilde cihazı ama imam nام براش رقم تلفن برای تو میکنم همون زبربنک همون به چی کرگه رگیستراسی کرگه آنلاین زبربنک که خدمت میکنید مثال شما هم خواهر دارید اگر جانونزو دیده هیچ که امید ندارم مجبور شدم به شما مراجعت کنم. انشالله مادر عزیز ما کوشش میکنیم با برادران همین به هر طریقی باشه برسانیم و نفرای هستن خیرخواه و کمک میکنن حتما انشالله با امید خدا. رحمت کلام خدا راست باشه شما کجا آمین. یا خدمت کنه خدا خواهد با پاچم خیزم منم مثال چی میکنم این نغزگی های مردم هم مثال میگردنم انشالله ممکن بچه های من به وطن خدمت کنم ممکن من نتونم بچه هم میگردنم انشالله آخر همون چی میشه که همه مردم مثل همون کارکنای دولت همون چند بوستل بند کرشتگین همون برای همین کمزات و اینوالیتا چی میشه که همون ترانسپورت اقل بیسون کنه یا 50% کنه که اقل رفت آمده شما قرضا شود مثال مادر عزیز تا وقتی که در سر قدرت چنین ظالما هستن این چیزا بهبودی برای مردم و در فکر مردم عادی یا در فکر مردم کمزاد نخواهد شد. این دانسته باشین و این مشکلاتی که شما دارین به خدا قسم است بسیاری از نفرها در ترکستان چه در مهاجرت از مثل شما و سختی های میکشند چه روزهای سختی را از سر میگذرانند. همه این انشالله روزی میشود که این حکومت ظالم که از سر قدرت رفت حتما انشالله مشکل های مردم حل میشود. ما دعا میکنیم و تلاش میکنیم که تا این مشکل مردم برطرف شود تا از بین کلن روند. شما خواهد گفتگیات آیلوی فرشته ها آمین کنن این طوره گره که همین دنیای سخت همین غریبی یکان مادر نبیه که فرزندش جدا نشود 5 سال من 6 سال میشود اکر 2021 شد خونه رفتگی نیستم با خاطر همین کودکان که خور نشوند. ما مقصد ما بود که خانه آباد کنیم ریمونت کنیم همین کودک با یک بار همین رسه گیریم نشان دیم سبب که پدرش او خیلی اولی کرد ترمه شد خانه دادرش فروخت رحم کودک نکرن گریه زاره کردم که شما فکر دادر میکنه رحم مویه نکریم گوش نکردم بردم فروختم پول ادوکت دادن سرم 12 سال 15 سال محکم کردم.
او کلان شونده ها خوردنی دارن، جای خواب دارن، هر یک مگزین میدارن، چند سوم خرید میکنن. او 5000 که ما میفسدیم رهپولی کنن، دوره خرن، خورن، انجام کنن، خیلی کنن. همونم خداوند من تا همین الان صبر کردم، عمدگی بودم، شکر کردم. وقتی که کودکم مرد خودم بیمار شدم، چی کنم، کجا مراجعت کنم؟ باور کنید همینجا چند جا فیسبوک کردم، سایت نباشد من همینجا برندگی هم تاجیکستان چند همون کارکنای همون سملات چیه همش به مراجعت کردیم که من همه خشدگیم، همشون وعده بر دروغ دادگیم، من محکم کنن زبلکیر وید کنن تا سالی نو وعده کرده بودن. دیروز نوسم نمیتونم که نوسم زبلکیر وید کنه پرداختگیم. نخواد که ما یک آدم مثال یاری کنن نتونم. هر خداشون چند خانه دارن، چند ماشینای قیمت دارن، برای من خانه مایه بینن چی عذابه، چه خلچو زندگی میکنیم اکا جا. حالی مایه بینن، کودکای مایه بینن چه ایوالی داریم. یک ریموت کنن شرایط نداریم در خانه پدر و مادر، کودکا در خانه دادر، پدری بیماری رنگ چخیلی کنیم. من سیرم به هیچ که فاش نکرم اکا جان، صبر کرم، شکر کرم، کار کردم تا جانم ساق بود، سلامت بودم. وقتی که خیلی خارزار شدم، بیمار شدم، بی پول، بی کودک از دست رفت، مجبور شدم مراجعت کنم چند جا دولت ها زیگان SMS مثال فایده ناک ندیدم، یکان تقبل نکردن که مثال یاردم نکردم، مثال دیگه چی علاج کجا روم، قطی کودک مایده خانه روم سوم ندارم، بلیزه روم سوم ندارم، جای خورفتن نداریم، خانه روم خیلی کنم، خانه دادر یک روز میگنجنه، 2 روز میگنجنه، کلید خانه میگه برود خواهرت اینجا جای خوبی موقع است. چی میکنم باید؟ مردم هستن که باورم نمیکنم، شما کارته هم تو منه هیچ که باور نمیکنم به من یاردم کنیم. هیچ بخاطری که میخواهن که یاردم کنم، میگه او یکا ماشینی که یکا چی های، وقتی که خوش میشم میبینم و ممکنه کم دیلاشون سوزه باز فهمن که دیستویتی حقیقت است. خیلی اونجا صورت هم نیستم نگیره اکا جا فهمه ربا دو پریزیدنت رو به دی آوازه که فهمه که خیلی کار کرده استادی. اگر که راضی باشین حتما ما میگذارم کارت شما را مادر عزیز. از دست ما همه قدر می آید ما میکنیم انشالله و کمک خدا دریغ نمیداریم. دیگه مردم الکه بیدار شده است، دیگه دردش با کی میگه، دیگه رحمانوف درد ملت نشنود. این منصبدارا، این نفرایی که در پارلمان هستند، وزیرا، در غریبه به هیچ کس محتاج نکنم. در کجا به دکمن گفتم مارک چند سومه چیک نوستم، دید که بلیت نور از گم شد. من خدا میدونم در بلیت خواب کردم اونجا چک دادم. خوشکشان دوستان مارک جای زمین در سنت پتربورگ در قبرستان چی کردن گور کردن مسلمان اونجا زمین خریدم کجا چند با قریب 100,000 زاید شد. داوتاز SOS با غیر از این 40,000 دیگه قرضدار شدم. خیلی شکرانه به خاطر فرزندم بینش قوتیت کار میکنم. چند بار زنگم زد و اما قرضه که به من داد من گفتم کجا مازم نیست کار میکنم انشالله بر میگردانم. دیده استاده من مثل سوم نداشته باشم چه خیلی خودم لیچه نکنم روم دختر که برام کار کنم مردم قرضش گردنم تیام یکم سلامتی شود. باز مثال شما میتونه قرض صاف کنید، سلامتی نباشه شما کودک چخم میخورنید چخم کار میکنید. مثال در غریبی قیم بوده ساخه. بله با بسیاری نفرات در غریبی که نمومدن نمیفهمن مشکلاتی سختی های غریبی را. از دعا از الله طلب میکنیم. وقتی که کودک من از دنیا گذشت گرانیت ها محکم بودن، چی گزانده علاج نبود، سملات نبود، مجبور مسئولیت کردیم که در همین سنت پتربورگ چی کنیم و خوب سپریم. دیگه علاج نداشتیم. آخر خودش کودک همه خیل همه جوش
چند بچه که قدیم در آمدن با چشمشون دیدن دکتر نموند که سیانکه کنیم به او حال کودک چی بود. نموندن که ضبط کنیم هم نمونید بود که مردم بینن چه خیلی عذاب دادگی کودک بیگناه. برای همین گفتم که بچه ها خودش این چه عذاب دیدگی اپا جان این تو سمالات میکشد در مرگ بود در یک خواب میکنم مرزیل که بیای همینجا گور کنیم. گفتی همه که در سنت پترزبورگ بردیم به خواب سپردیم که این دنیاش عمرش کالده بود است اون دنیاش آخرتش آباد شود. گفتم تنی کوده سیاه است اکو جان دستش ایزه پنجه است از همین خیلنایش تا پایین نفهم خیلی رنگیلی چه کلام کلام دختگی که نخود تا همین دچه برهم او کوده که یه روز دو روز چی امید کردی به دنیا آمد چیه دید اکو جان خدای خودش میدونم. بچه ها گفتن که اپا جا اینه یا غلطاندگی یا یکان ارگانی کوده که فروختگی است. خدای خودش میدونن برای ما تاریک از چی شده بچینه. با یک چی گفتن که اگر چی کنی حاضر تو جمع بکنی دکمن نداری توی میبرن دپارتانس میکنن محکم میکنن این کودک دم کشته میگرن. برای همین من هیچ جلبه نکره صبر کرده گفتم خدا خود انشاءالله وطن میرم. مادری من گرجدنی رسی است میرم دکمنتو سوز میکنم در مرگ در من به مرگ زکلوچینی دادگی نیستن که سبب کودک چی مردگی است. میرم اما مرگ پریورکه میکنم همجا دکمنتو هستن چند روز چی شدگیش. گفتم آره همون میبرم با یک بار دیگه کودک کشه اکسپرتیز کنن که بینن که سبب در چیست. برای همین گفتن که این کودک تم کشته میگرد به دکمنتی میبرن توی دپارتانسی میکنم محکم میکنم بای کجا رو با مراجعت میکنم خواب کردم شدگی من مثل یکون پرنده یکان حیوان بوده گرکرگی نیستم عادل جگرم برمدگی کودکم کشتن آخه بازم همون بچه هم که من فریب کرگی من ویدیو کرگی من کجا همون هم میدونید که است من زبلاکریت کرگی همون بانک بچه کی کردی من سومش خالی کرگی من در بالنیزه بودم به عقلی بینه که بیگانه من وطن روی میکنه خورسنده اکا جان چی شدیم وطن میرم پیش کودکم پراتسیت شنویه کن نگذاشت اپا جان با اثر پفتار نگذان با اثری نو گوید منی بی عقل چند بار 3000 گوید گذاندیم بی عقلی بینه که باور کریم که من یردم میکنم گوید مادر از همون بچه هم هسته که همون نفره که گذراندگی هستیم من شکستم که با بالی مرده نمکاب چشتن که نخواد که تو مادر خواهر زن نداری که زنی مردم تو اینده من باید روزی شنبه من فاند کردم من روزی دوشنبه باید باید سنبه میرفتم انالیز پرم بودم آبچی انالیز نوستگی بودم من تا همه روز دیگه رفتگی نیستم بالیزه کدام سون میری درست میفهم وای ایستوریای همون زبربانک ببینید مادر عزیز همون عکسایی که هست ایستوریا ببینید همون نفر کی است نام و فامیلش میبرد اونجا انا همون اسکرین شات نبرم جان با نمبر تلفن فاندم کرده گفتی من در امریکا زندگی میکنم شما میتونید که فقط تیسل تاجیکستان با کمیسی گذارید منی به عقل همون نمبر تلفن دارم خلاص نام و فامیل هسته یک نمبر دارد همون سایتو ایمو همونش چون زبلاکریت کرده دیگه نتویستم کجا همون رقم هم روان کنین همون رقم را حداقل اگر که باشد روان کنین میگذاریم شاید نفرای باشن که بشناسن و عکس چیز شاید یکون خبر یکون سایتی کلاسیکوش دارم اکا جان همجا من چی کرگم کم در ویدیو کم نمیدونم عشیب که بسیار دارم هیجان شدم خیلی که کرماندم مردم گفتم که هوشیار شوید یاردم کنه همه بچه یافتنیش
این کودکی که برای مرده سوم جمع کرده بودم من لیچینی فساندگی هم با مردم خیلی فریب میکریم همین گپای زدگی هم همجا همونا روان کنید هرچی هست روان کنید اگر ادنکلاسنی که اون بچه را میدونید هر چیزی که میدونید الان اون بچه من نامروی چی شرایی همون زبس کرده یک کردم کارتینگ کرده نوسته چی کرگی هم حاضر کجا هم نمیپرتم شما هر چیزی که دارید روان کنید ادنکلاسنیکش هم روان کنید نمروش هم روان بعد استوریا با بینید استوریا با میموند اون نام و فامیلش هم لازم نیست همون سکرین شات کنید که شما پول گذراندگی هستید کدام روز کدام چیسلا مثلا ولید کرگیم با قهرم حاضر باید بر میبینم اسیاغا کجا نتونستم یارده چند همون بچه های من یاردم برستم در سایت در چیه یعنی چند تونستم نوستم نومراش دادم که اکجان همه بچه من فهمد کردیم پلی بالنیسه من تو روز دوشنبه یاردم کنید یا وید که من باید بالنیسه رو و من بیمارم هیچ که نیافتن کی نوستد کی زنگ زند زبلکی رید کرد از او بچه همون شناسایی که خواستم با من یاردم کنم بعد همون خیلی منم چی کنم دیگه امیدم کندم چی خیلی حافظه یک بری دیگه میدارم میبینم اکا جان باشد روی تو کنم نباشد همون سایتاش چی میکنم میپرتم اکا جان نمبر تلفن سونگوزاندگیم هسته این همون ادنکلاس که نام سایتش هسته ایموش به نامر بود نامش بود همون ایموش هم همه جون تنها گفتگی بود خلاص نمبر تلفن نداشت در این موقع ادنکلاسنیکش هم روان کنید رقم های تلفنی که پول گذرانده بودید در کارتش همون هم روان کنید بعد ایموش اگر سکرین شات بتونید کرده سکرین شات کنید مادری عزیز روان کنید ما انشالله میگذاریم این باید با جوابگری جنایتی کشته شود انشالله و این هم همش بفرمایید ملیسه های کنید همون ملیسه های هستن که در سایت یافت میشه الان من حاضر فیسبوک اگر رو دلیل نکرده که باشم صحبتون باشم شما رو میکنم همه شرایط همشه گفته که ملیسه های در اسفره هستن کنی بودم دوشنبه میپرسم کارکنی کجای میگن یا کارکنی دولت هم یا ملیسه هم یا یکم کارکنی همونشون در ساشتگی کارکنای دولتی هم گفتم اکا جان همین شما کارکنی ملیسه همین بچه من همه خیلی کرد شما در وطن باشید نامر وطن خدمت کنید وعده دادم من تو همه روز چی نیستم یکم رزولتات نبروردم همون نوشتگی ها هم اگر که در فیسبوک و دلیل نکرده باشید همون هم سکرین شات کنید همچون یک عکس بفرستیم ما میگذاریم تا ببینن که واقعیت حقیقت دارد یه چیز واقعیت دارد و یکون فند و فریب نیست و چنین چیزا به خاطر چی است که بعضی ناخلفای هستن از باوری مردم سوء استفاده میکنن و کارتای خود میگذارن مثال از مردم کمک طلب میکنن به خاطر همین ما میخواهیم که به خاطر الله همین باوری خودمون از مردم مثلا از دست ندیم این چیز هم به خاطری که مردم هم ما را باور کرده است اما باوری که با عقل هست آدمی که فهم میکنه دانی خودش نمیدونه بله درست حقیقت دیگه نیست به من اگر که آدمی با عقل میشود وقتی که سون پرتافته نمیشود یاردم خیر کردنی میشود همون ویدیویی که شما میمونه کودکی که همونجا به سر مزار ماندگی فامیلی کودک هسته همون کارت زبربانک هم نام خودم اندر فامیلی هم یخیله همون دکمنت های روی کرم برای قبرستان در آمدن کودک همونجا برای تلاوت کردن اینجا همه خیلی او دست ورینی میدادیم همش فامیلی یخیله مثال اگر که آدم که فهمه که دیسویت مادر منم همون مثال همش یخیله فامیلی چی جای فهمد کنی دارد باشه غمگین نشین مادر عزیز دعا میکنیم الله شما را شفای کامل عاجل تیه و مشکلی شما را آسان گردونه آمین یا خیلی منت دارم خیلی دستگیریم کرد دل برداریم کرد
بنهایت شادم که شنا شدم. همه خیلی آدما بودن در دنیا که سوم که دینا برشنم سخن شیرین که مثال دل آدم مثال میبرد دارن دستگیری میکنن. بعد ایها سومش درد نمیکنه که جان همین بس از درد تا فراموش میکنی. سخن شیرین مثال ما را از خوابش میبره میگه راست است. انشالله ما کوشش میکنیم هم به سخن و هم در عمل با مردم باشیم و شما اون همین کانال یوتیوب ماندگی هم اکا جان کانال همه شما نوستگی اگر دارید همینجا دیده میتونه چی همون بچه من یوتیوب ماندگی بودم. من نمیدونم. من همون مسئول کانال حق تیجی، من مسئول همین کانال یوتیوب هستم. من نمیدونم اون شما. من همین یک روزه دو روزه ده ویدیو را مونتاژ میکنم، همه چیزا را که آماده کردم که میگذارم. حتما انشالله برادرها و باشه اون خیلی باشه. من کمک میکنم. چی کرگی مراجعت کرده چند جای التماس کرگی همونجا چیزهاش که هست این خیلی شد اگر جان یافته نشد. من امیده مکندم این من قریب 5 ماه شد من زمراز رد کرگی هم لیچینیه دیگه سن ندارم که من برام خودم تبوبت کنم. آخه من میبینم این چیزی که شما نوشتگی هستید، کامنتاری که شما نوشتگی هستید در یوتیوب هست، من در اومده میبینم.